راه اندازی کنه دو تا عامل مهم بود. اول اینکه یه سری دانشجوی مستعد ما داشتیم تو این رشته که دوست داشتیم که همجور که در زمینه آموزشی مستعد هستن بتونن در زمینه‌های ورزشی هم چون پتانسیل داشتن واقعا به یه جای مطلوبی برسن. دومین عامل این بود که حقیقتا اعتقاد ما بر اینه که دانشگاه باید کارخانه انسانسازی باشه. این نیست که فقط بعد آموزشی مد نظر باشه، در تمام ابعاد باید سعی بشه کار کرد. به قول معروف میگن عقل سالم در بدن سالم. اینه که ما اگه بخوایم از لحاظ عقلی فکری دانشجویان رشد کنن، قاعدتاً باید ورزش و بعد جسمی هم به عنوان یه ارزش مد نظرمون قرار بدیم. آیا هاشمی الان تیم مؤسسه آموزش عالی زند، تیم تکواندو مؤسسه آموزش عالی زند الان تو لیگ چه وضعیتی داره؟ راضی هستین یا نه؟ خب همین حضور در لیگ خودش یک افتخاره، چون واقعا بحث تکواندو به قول یکی از مربیان حرف خوبی زدن، گفتن کسی که تو لیگ شرکت کنه و قهرمان بشه کم از مدال جهانی نداره، چون واقعا یکی از قطب‌های تکواندو ایرانه. ما تیممون الان توی جدول هفتمه، راضی هم هستیم چون واقعا احساس میکنیم تمام بچه‌ها با تمام پتانسیل، با تمام وسعشون، با تمام قدرتشون دارن زحمت میکشن و همین هم برای ما مهمه و امیدواریم که در هر صورت سنتی باشه. حالا این توقع ما هست، اون کسانی که مأموریت غیر مستقیمشون ورزش است وقتی یک قدم برمیدارن توقعشون اینه که اونایی که واقعا مسئولین مستقیم هستن دو سه قدم کمک کنن، یعنی واقعا تشویق کنن که در هر صورت بتونیم ما به صورت پایدار، به صورت مدام این در تیم ما رو زنده نگه داریم.